خبرها. رحمت الله نبیل نوشته است طالبان با پاک کردن شعارهای ضد آمریکایی در کابل در تلاش فریب اذهان ملتند. پاکستانning maxsus vakili Muhammad Sodiq Afg'oniston va Pokistonning iqtisodiy manfaati bir-biriga bog'liq. اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران در مورد طالبان. Saudiya Arabistonining Riyod shahrida Rossiya va Amerika hayatlarining uchrashuvi و تلاش برای انتخابات زودهنگام در کانادا. va Isroil ordusining hujumlari oqibatida G'azada 50 ming inson hayotini qayd etgan. خوش آمدید. مشروع اخبار. رئیس پیشین امنیت ملی نوشته است پاک کردن شعارهای ضد آمریکایی در کابل تلاش است برای پاک کردن حافظه یک ملت، آن هم با یک سطل رنگ. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی پاکسازی شعارهای ضد آمریکایی و کلمه شهادت از دیوار سفارت آمریکا در کابل توسط طالبان را تلاش سیستماتیک برای پاک کردن حافظه جمعی ملت عنوان کرده. او در صفحه اکسش نوشته است که طالبان با رنگ سفید به جان دیوار سفارت آمریکا افتاده و در سکوت شعارهایی که روز به نام آن می جنگیدن را تمیز می کنند. نبیل تاکید کرده است که دیروز زیر همین پرچم یا بیرق به نام جهاد مردم را می کشتند، اما امروز در سکوت همان نوشته کلمه شهادت را از دیوارها حذف می کنند. این نوشته آقای نبیل در حال نشر می شود که 2 روز قبل تعداد از نماینده های ایالات متحده آمریکا به کابل سفر نموده و با مقامات این گروه دیدار و گفتگو داشتند. Pokistonning maxsus vakili Muhammad Sodiqning Kobulga qilgan safari davomida Pokiston va Afg'onistonning iqtisodiy manfaati bir-biriga bog'liqligini ma'lum qilgan. Kobulda Pokiston elchixonasi tarqatgan bayonotida Muhammad Sodiqdan naql qilib yozishicha, Afg'onistonda sil va taraqqiyot mantiqa saboti uchun zarur degan. Afg'oniston uchun Pokistonning maxsus vakili bu so'zlarni o'tgan kun Kobulda Pokiston elchixonasida bu mamlakatni bayrog'ini ko'tarish marosim paytida bayon qilgan. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید که طالبان را به رسمیت نشناختند و هنوز نیز به رسمیت نمیشناسند. عراقچی در مصاحبه‌ای که در وبسایت خبری آنلاین نشر شده گفته است که میان ایران و افغانستان زیر اداره طالبان یک سلسله موضوعات است که نیاز است به این موضوعات به دقت پرداخت. وی خاطر نشان کرده است که باید میان دو طرف در مورد این موضوعات گفتگو صورت گیرد. او با اشاره به سفرش به کابل تصریح کرده است که دولت ایران طالبان را هنوز هم به رسمیت نمی‌شناسد و در این زمینه هنوز زود است که تصمیم گرفته شود. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران گفته است که طالبان در 3.5 سال اخیر حاکمیت خود بر افغانستان را تثبیت کردند. گفتنی است که ایران روابط نزدیک با طالبان دارد، اما رژیم این گروه را هنوز به رسمیت نشناخته است. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که تهران برای تامین امنیت افغانستان زیر اداره طالبان آماده همکاری می باشد. Saudiya Arabistonining Riyod shahrida Rossiya va Amerika hayatlarining o'rtasida Ukraina mojarosini hal qilish bo'yicha muzokaralar boshlandi. Rossiya va Amerika qo'shma eyalotlar hayatlarining uchrashuvi yopiq muhitda o'tadi. Aytilishicha, Saudiya Arabistonining xavfsizlik xizmat xodimlari jurnalistlardan Ritas Carlton mehmonxonasi hududidan chiqib ketishini so'ragan. Amerika qo'shma eyalotlarida Donald Trump hukumatini qo'lga olgandan beri Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilantirish hamda bu bilan Ukrainada davom etib turgan urush yakunlanishi maqsadida jiddiy harakatlar boshlangan. Bundan oldin ham Rossiya va Amerika vakillari bir necha marotaba yuzma-yuz o'ltirib, turli masalalar jumladan Ukraina urushi haqida fikr almashtirgan.
و اینکه مارک کارانی نخست وزیر کانادا خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام این کشور شد که این انتخابات رقابت میان او و پیر پولیور رهبر حزب محافظه‌کار خواهد بود. CNN گزارش داده است که کارنی از فرماندار کل کانادا درخواست کرده است تا زمینه برگزاری انتخابات را تا 1 ماه دیگر فراهم بسازد. بر اساس گزارش CNN نظرسنجی ها نشان می‌دهد که محافظه‌کاران از لیبرال ها پیشی گرفتند، اما تنش‌های تجاری با آمریکا و تهدیدهای ترامپ باعث افزایش محبوبیت کارنی شده است. İsroil ordusining hujumlari oqibatida G'azada qurbon bo'lgan insonlarni raqami 50 mingdan oshgan. Falastin Sog'liqni saqlash vazirligining aytishicha, 24 soat ichida Isroil ordusining G'azadagi hujumlari oqibatida 41 kishi halok bo'lib va o'nlar inson yaralangan. Mazkur vazirlikning ko'paytirishicha, G'azadagi urush boshlangandan beri Isroilning hujumlari oqibatida hozirgacha 50.021 kishi qurbon bo'lgan. Shuningdek, Isroilning G'azadagi hujumlari oqibatida o'lganlarga alova 113.000 va 274 kishi yaralangan. G'azada hayotini qaybetgan insonlarning ko'pinchasini ayollar va bolalar tashkil berishi aytilgan. تشکر از توجهتان به اخبار این ساعت. خداوند نگهدار.